آیا باور داری که خدای است؟ بله. آیا میخوای همیشه او با تو در ارتباط باشه و همیشه به او نیایش کنی؟ میخوایم اما فکر نکنم. راحت باش، خیلی ساده است. فقط چند کلمه است باید بگویی. ما تو نمیخوایم که یک ساختمان آباد کنی، فقط چند سوال جواب بده. درست است؟ آیا تو به یگانگی خدا باور داری؟ بله. این که کدام شریک نداره؟ نه خیر. درست است. آیا بعضی چیزایی را که من میگم انجام میدی؟ اگه در توانم باشه بله. خب یک بار کوشش کن. درست است. درست است. پس قسم آغاز میکنیم. تو میفهمی که انسان ها پاک نیست و یگانه کسانی که پاک هستند فرشته ها هستند و شاید اینجا باشند که قابل دیدام نیست. درست است؟ خب اگر تو واقعا میخواهی کوشش کنی باید مرحله اول انجام بدی. هر سفر که انسان میکند باید اول از دروازه خانه خارج شود و بعد اراده کند که در ریل، طیاره، موتر و غیره مسافرت میکند. اما مرحله اول خارج شدن از خانه است و بعد از آن انتخاب وسیله سفر است که خیلی باید انتخاب آن باید دقت کنین و اراده کنین. بله من میرم، ما آماده است و ما سفر میکنم. در اینجا باید تو اقرار کنی به وحدانیت خدا، به یگانگی خدا که خدا تو را خلق کرده است و به تو حیات داده است. این که در گذشته ها انسان اشتباهات میکنه بله میفهمم و خدا او را میبخشه، او مسئله بعدی است. اما اول باید به یگانگی او اقرار کنیم. او خدا است و او تو را عصر کرده است، او معبود تو است. آیا به چیزی که من گفتم اقرار داری؟ خب و دومین چیز این که بگویی من میخوایم عمل کنم به چیزی که او امر نموده. یعنی به تمام وجود باید بخوای که رابطه خود به بهترین شکل با او حفظ میکنی. اگر تو این دو چیز بگویی پس تو آماده هستی، زیرا این دو چیز خیلی مهم است و به عربی باید به این شکل بگویی: اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. اینجا نام محمد به این خاطر ذکر میکنیم که هر آنچه که او از جانب خدا آورده است باید با آن ایمان بیاوریم. هر آنچه او انجام داده و یا امر نموده باید آن را انجام دهیم. به خاطر که محمد صلی الله علیه و سلم برادر عیسی است، برادر ابراهیم. زیرا تمام پیامبران با هم مانند برادر هستند، زیرا همیشان یک رسالت و یک مأموریت دارند که پیام خدا را می آورند. پس شاید کسان تو را بد بگویند که تو اول مسیحی بودی بعداً مسلمان شدی، اما حال مسلمان شدی باید این سخن به زبان بیاوری و بگویی: من اقرار میکنم هیچ خدای سزاوار پرستش نیست بغیر از خدای یگانه ما، بغیر خدای یگانه ما الله. بگو الله. الله. او هیچ شریک نداره. او هیچ شریک نداره. آیا با آنچه که تو گفتی حال خوشحال هستی و باور داری؟ زیرا او تمام صدای قلبت میشنوه. پس حال باید بخش دوم آن را اقرار کنی. من اقرار میکنم که محمد پیامبر الله است. عیسی پیامبر الله است. ابراهیم، داود، سلیمان، آدم، تمامشان پیامبران خدا هستند و ما به ایمانم پایدار می باشم. تمام شد. فقط همین بود، بسیار آسان نبود و باید این کلمات حالا به عربی تکرار و شاید آن را به عربی که بگویی خیلی بالای تاثیر کنه. بعضی ها حتی به زمین می افتد چون کلمه خیلی بزرگ است. اشهدو. لطفا او را محکم بگی. گرفتمش. اشهدو الله اله الا الله لا شریک له و اشهد ان محمد رسول الله و عیسی که هدفش عیسی است رسول الله. حالا میفهمی چه اتفاق افتید؟ تمام اعمال گذشته را که تو در گذشته انجام داده بودی خدا آن همیشه بخشید و محو کرد. پس دیگه گناه نکنی. همه چیز پاک شد. همه چیز بین تو و خدا از این بابت اثر گرفته میشه. تمام گناهان تو محو شد. حالا هر چی که از او بخوای میتونی و هر وقتی که بخوای میتونی با او ارتباط برقرار کنی. پس باید 5 وقت نماز بخوانی به خاطری که همیشه با او ارتباط داشته باشی و کوشش کنی که اعمال شایسته دیگه را که اسلام راهنمایی نموده انجام بدی. باید قرآن کریم تلاوت کنی و همیشه کوشش کنی اعمال شایسته انجام بدی. حال چه احساس داری؟ من هیچ احساسم بیان کردن نمیتونم. تو امروز بسیار خوشبخت هستی. بزرگترین تحفه را به دست آوردی.
پس من برات تبریک میگم، همیشه خوشبخت باشی، انشالله جنت نصیبت شوه. حالا خواهرت در آغوش بگی. Ha ha ha.